تو پراید محمد صادقی نشسته بودی، دیدم دو تا دختر کنار خیابون ایستادن، صدا زدم محمد اینا گناه دارن پول ندارن بذار سوارشون کنی. آقا سوارشون کردیم هنوز 2 قدم جلو نرفته بودیم، دیدم 2 تا چراغ قرمز چشمک زن پشت سرمون ظاهر شده، صدا میزنه پرایا بزن کنار. زدیم کنار، گفت مداره که ماشین تو بده، گفتم ندارم. گفت این خانوما کیان، گفتم نمیدونم. گفت کارت شناسایی تو بده، منم عکس گواهی ناممو دادم. بعد چند دقیقه صدا زدم آقا گواهی ناممو بده، گفت نمیدم. منم گفتم بکیرم